پاشو. So I can grab yours. Now then, let's get into it with Natasha Poke. Andrina. مرحبا سلام صبح بخیر حالتون خوبه günaydınlar دو تا زبان مختلف براتون صبح بخیر گفتیم مسیح جان یه صبح بخیر Good morning وای یه موزیک کلاسیک رویس میذارم براتون رویس اداره‌ای پوشیده بودی صبح آقا نرفتم من گم شدم تارکان تو کجا فرودگاه؟ نزدیک فرودگاه تو این کوچه پس کوچه های خاکی که هر کدومو میره ببین داشتم گریه آها می‌کردم. بلیت هم داری دیگه زارت و زورتش داره تموم میشه تاریخش نبود اصلا آره بحث این بود که دارم میرسم هر پرواز جا میمونم دیگه چون همون دیگه پرواز میگم دیگه آره دیگه چیز میشد آقا خلاصه دیگه داشتم ببخش ماشینو نگاه برو ولش کن آها امریکایی بود آها رسیدی یا نه؟ نه گم شده بودم آقا دیگه انداختم توی با بدبختی خودم انداختم توی منطقه کارگری از یه کارگر پرسیدم کارگر گفت اصلا اینجا نیست که بعد انداختم توی جاده اصلی و لوکیشن اونجا رو داشت به من بعد تویی که تو لوکیشن آدرس دیگه کلاسیکی دیگه یعنی لوکیشن مپ داشت میگه آقا اینقدر حرفه‌ای و چیزه پسر چقدر بچه‌های جوون فوت کردن نگاه یه دونه اونجا دیدم بعد همه با موتورن همه با موتور یعنی بدون کلاه کاکست بعد کاسک بعد میپوشه طرف میپوشه سوار موتور میشه مثلا سوار که میشه با این خانواده نمیگه پسر من تو 14 سالته 16 سالته چرا نشستی پشت موتور مثلا با این سرعت 3 نفرم سوارت کردی الان میگه این از کجا داری میگی اینو از هرمز مثلا دارم میگم هرمز ما بچه های 8 ساله 7 ساله 9 ساله 10 ساله چه دختر چه پسر فرق نمیکنه جزیره هرمز میگه ما کل جزیرهای اون منطقه اینجوریه این بچه ها موتور سواری میکنن مثلا موتور پلاک نداره عشقا حاله دیگه ایران اصلا عشقا آره رفتن گم شد نه دیگه رفتی گم شدی من خاطراتو سریع دیگه تاسوتوسشو در آوردم یعنی جمع جورش کردم چرا خاطره منو تو جمع می‌کنی آقا ایشون می‌خواستم برن هواپیما نشده کوچه زنگی که زدم ساعت 6 بود هنوز نرسیده بودم زنگ زدم گفتم که من گم شدم فلان اینا بهم گفتن آره بیا تو جاده اینجوری گفتم که پروازم چی گفتش که اشکال نداره یه ساعت دیگه به اشغال میدن ما بچهای اشغال بعد یه استریت هم رفتن بعد ایشون تو کوچه پشتی خودشون هم گم میشن چه برسه به فرودگاه یک بنای تاریخی یک روستایی هستیم که نمیدونیم آقا کجاییم چرا نمیدونی؟ اینجا کیلانه اینجا کیلانه آقا چرا نمیدونی؟ چون من الان نمیدونم واو خونه رو نگاه فکر کردم مسجد پسر گنبد داره نگاه کن انقدر کلاسیکن بعضی از این خونه ها
بعضی از این خونه ها اینقدر کلاسیکن آدم از دور شبیه مسجد میبینه. واقعا گنبد داره پسر خونه. السلام. نگاه کاخل سلطنه ماشاءالله. اومارم همیشه به همه میده، به همه بده، به همه عشق کنن. آقا دنیا باید همه عشق کنن. اینقدر خوبه که ایسبازرسی هم داره. نگاه کن ایسبازرسی داشته. قبلا ما یه بار هایلینکس کردیم از این مناطق رد شدیم. اینجا میبندن. ایسبازرسی محلی داره ها، نه ایسبازرسی چیزی. یعنی اینقدر کلاسیک رویسه. ما یه بار اومدیم اینجا پیش یکی از اسمش یادم رفت پشمکا، اینجا فالوده خورد. دوستاشون کیلارات بوده. کیلانا. اومدیم فالوده بستنی بخوریم، از اینجا رد شدیم. من از اونجا اینجا رو شناختم، این ایسبازرسی رو شناختم. آره ولی خونه هاش واقعا هایلینکسن، واقعا گلن. کجاست؟ اینه؟ نه آهنیه. دستم دیگه بی‌حس شده پسر. من هیچی ما حس نمی‌کنم، شما میگید دستم. کل دنیا رو من حس نمی‌کنم. بفهمید آبی نوش کنید و از خشکیده نشوید. خیلی خنک. اینو باید اطلاع رسانی می‌کردی. بابا با عنوان آب خنک یهو سطح دریای ارتفاعی من بالا پایین نشه. خنک پسر چه خوشگله. اینو بگیر. برم یا رفتیم. من نفهمیدم اینجا روستاست یا چیه. پسر روستا نیست، کشوره برای خودش. کیلان بود اسمش. آره آقا اونجا یه روستایی نوشته بود. این بود اون این بربری که میگفتیم از صبح دارم میگم آقا جان هر جا دیدیم وایسیم ما. نه من یه جا رو میشستم باید اونجا بریم اونجا بگیریم. اومدیم زارت بس. آقا ولمون کنید. همشون تاستاتوس دارن، همشون. وایسا چی میگم؟ برو آقا برو بالا پیدا میشه. برو بالا. اون دفعه رفتیم 16 نفر آدم رفتیم، رسیدیم وسط چیز جنگل، گفتیم که چیز نیست آب. نه بابا اون چیه؟ آب پر نکردیم، مارکت نرفتیم. به خدا قسم دارم میگم ما. بعد داشتیم میرفتیم کجا؟ روست اسمش چی بود؟ جارج رود؟ بله میکنه آقا. رفتیم آقا رضا هم بود، لاجین، آقا رضا، سروش، علی. آبرومون رفتیم. میبینی اصلا ما الان رضا آقا رضا میبینه میگه نه من گفته بودم، تو گفتی بریم روستا همیشه. بعضی موقع ها واقعا دیگه عجب گالانتی دارید. وایسا همینجا وایسا. بربری نیست. آبربانک شبیه زندان بود. بذار میله داشت، شرش تور داشت. آها دیدی ما به چه روزی افتادیم مسیح جان؟ 19 دونه بربری فروشی، سنگک فروشی خلوت یعنی رد کردیم. بعد اومدیم اینجا تو کوچه ها داریم دندقب میگیریم. نگاه یعنی یک انسان نه یک موجود چرا با خودت چیز این ماشین رو نگاه چه قدیمیه مسیح. این بر پایین اون پا بسته بود بسته بود. از گیلاون داریم میاد اینجوری داریم میریم. آره همونه دیگه نداریم بعد از اتحاد دیگه. بربری سنگک تموم شد نیست دیگه. کجا؟ نه به سمت چیز داریم میریم برامین. ابوسر دارم. چقدر کلاه خوشگلی داری. دمت گرم. عشقی ببین. عشق پسر. همیشه هایلینکس باشید همیشه. آقا من با اینجا چرا انقدر حال کردم مسیح؟ بابا اینجا خیلی باحاله. نه از لحاظ چیزی نگاه
یک شهر نیست، روستا نیست، اصلا خیلی جای ترتمیز و شهردار خوشگل. و چرا از میگم شهردارش خوشگله؟ چون خیابوناش خوشگله، تمیزه، نگاه مرتبه. نگاه کن. نون دست بچه بود، بزن بچه بیاد اینو کجا. آقا خیلی شهر ترتمیز و خوب و بدون آتشغال دارن دیگه. نمیدونم به خاطر این گنبد هاست که این ویلاهای خوشگل و پولدارهای عشق‌حال و فلان به من. سلام جوان، حالتون خوبه؟ این نون از کجا خریداری کردی؟ تازه است، گرمه دیگه، درسته؟ تمتون آب سرد میگیریم. عشقی، دمت گرم. عشقی. نه برو. آقا آب سرد بربری سنگک هر جا دیدیم واسه دیگه من به تو اعتماد در برابر نون نمیکنم. آقا به خاطر این پولدارهای مبارک که اونجوری گنبدهای کلاسیک رویس دارن، این خیابانه ها اینقدر خوشگل و تمیز و کلاسیک و رویس هستن. نگاه کن، طرف فرفره شرشره آب گذاشته براشون، دریاچه طبیعی کلاسیک. یعنی انقدر مناطق پولدار باشه بهتر باشه، اینجوری کوچه هم داشته باشه. ولی به نظر من هیچ موقع باید هیچ جای دنیا اینجوری نباشه، هیچ کس به هیچ کس فرق نذاره. چرا باید کوچه این هشتکا ترتمیز باشه، کوچه این پشمکا مثلا اونوریا که کم پولدار ندارن چرا باید کثیف باشه اینجوری خودشون باشه؟ میریزن شهر نه آقا، چه ربطی داره؟ هیچ به فرهنگ. چرا من آقا ربطی نداره، فرهنگ نه، شهرداری به فقط با پول کار آقا با پول کار نکنید قربونتون برم. یعنی با منطقه با پول نگاه نکنید قربون اون چشاتون بشن. یعنی با مناطق چیز کار کنید، همه جوره، یعنی چیز باشید یکسان. به نظر من اونجایی که کسب آدماش ربطی نداره. یعنی تو جاهای کثیف فقط آدمای کثیف زندگی میکنن؟ نه، خودشون دل نمیسوزونن برای محیطی که دارن توش زندگی. اون هم هست، درست. الان ما انسان ها خیلی همون مثلا پشمک شدیم. چرا آقا هر جا میریم زار تاشقالمون میریزیم، هیچ رعایت نمیکنیم. جنگل ها حالا خوب، خدا رو شکر شهرها آقا بریزید، شهرها بریزید، آشغال بریزید. واسه این دوچرخه سواران بانوان عزیز، به کلاسیکا سلام. اونم اینجوری کرد برام. بعد آقا تو شهرها آشغال بریزید به نظر من. چرا؟ یکی میاد جمع میکنه. یعنی هر عقده‌ای چیزی دارید، کسایی که آشغال میریزن آدمای خیلی خوبی هم داریم، انسان‌های خیلی بزرگوار و طبیعت دوست. کسایی که عقده آشغال ریختن دارن آقا بیا تو شهر فرت بریز. حداقل یکی میاد جمع میکنه دیگه. دل سر کوه جنگل فلان نریز آقا، نریز. میمونه اونجا 1000 سال میمونه، 100 سال میمونه. شیشه پلاستیک میریزی بعد زارت میاد. شیشه پلاستیک چی میشه؟ هوا گرم میشه. هوا که گرم شد شیشه از طریق نور خورشید اینقدر میگیره این ذره‌بین کار میکنه، زود یه سوزیش زیر یه جنگل ها همش به گال هول رفت. بعد حالا این به گال هولش هیچ چیزاش خراب میشه بابا، طبیعت خراب میشه. آشغال نریز آقا، تو طبیعت آشغال نریز. بیا تو شهر بریز آقا، تا شهر آشغال می طرف رفت. خوش شد آب خورد. 10 دقیقه وایسین و نون بده. مسیح جان یه لطف میکنی توضیح بدید ما رو دارید کجا میبرید؟ غار نمکی اسمی، لوکیشنی، نقشه‌ای، داستانی چیزی نداره؟ نقشش تو گوشیه خودته؟ آها. پس من اینجا یه کمکت میکنم. وایسا. ما اقلا تو کیلانیم، درسته؟ داریم میریم به سمت ایوانکی، درسته؟ از ایوانکی میخوایم بپیچیم. یه نمه جلوتر نوشته دوراهی غار نمکی گرمسار. داریم میریم دریاچه نمک بند نمک گرمسار. اینجا با لوکیشن کلاسیک آوردم براشون. دریاچه نمک بندسار میریم. بذار ببینم عکس داره. پشمک عکس رو نشون بدی دیگه اینا ویدیو رو نگاه نمیکنن. نه آقا بریم ببینیم. ببین ما ساختن. نه بابا نگاه کن. ای خدا میذاری وای میسه. نون گرفتی؟ بربری کنجدی میدونی تو شهر نون بربری کنجدی نمیدن بهت؟ میدونستی؟ کنجد نمیزنن؟ بذار اینو بندازم. نه بذار با همین. یه قیمت داره نون بربری
میخواییم صبحانه و لقمه گیری بفرماییم. اول چیکار میکنیم؟ پسر موهای ملیس پشمک تا اینجا اومده ها. نگاه. آقا من یه ماه هرمز بودم هنوز موهای ملیس تو لباسام بود. یعنی ظرف میوه رو باز میکنم اول موی ملیس و هوا چیز شلاله میشه. انگور و پنیر یک لذتی داره اصلا نمیتونم بگم. این همینجا هایلیکس میکنیم 2 عدد پنیر. الان مسیح اینجوری میگه وای کاشکی از یخچال پنیر ویلیو میآوردی نصفه. بعد دیدم و اومدم بردارم ولی گفتم اینو برداشت. من گفتم همین 2 تیکه کوچیکو بردارم دیگه جمع جور رو ترتمیز و کلاسیک رایس تمام شد. یک عدد چاقو مانند داشتم من. نگو که چاقو کوچیکه. بابا ولمون کن. چاقو کوچیکه تو چیزه تو کارتون مشکی است. نه اینه بابا این هایلیکسه. اینو نگاه کن. اینو نگاه هایلیکس. خوشحال شدم فکرم اونو مگه خیلی دوست داری؟ یا میخوای پیشت باشه؟ آره بابا. پسر زانوهام همه سفرها منو همراهی کرد. بذار بزنم رو سمت زانوهام. بیرون اینقدر گرمه دماوند اینقدر هواش کنه که خوبه میبینی؟ با انگور بخور. آروم یه جا واشتا یه زردالوی چیزی بهش بدیم بخوریم. به به ماشاءالله ماشاءالله یه بوق بزن. یه جایی واستا یه زردالو بهش بدیم حال کنه. من از سن 25 سالگی تا الان که داریم میریم تو 38 سالگی 12 13 سال تو جاده ها با دوچرخه سفر کردم. عاشق دوچرخه سوارم. بگو وایسا اوستا وایسا. مسینو بگیر تو زشته. حالتون خوبه؟ خسته نباشی. من خودم دوچرخه سوارم از ترکیه دارم میام. ممنونم. خسته نباشید. روزتون بخیر. خداحافظ. حال کرد. حال میدونم چه حالی میکنه. چون توش زندگی کردم. این داره میکشه؟ چیزشو نه چیزشو که نزدی. مسیح من فیلم برداره من برعکس فهم داری میگیره ها نمیدونم کجا گذاشتم. یه دقیقه ببخشید. نه آقا داره میکشه کاراش درسته. نه من اینجوری دستم آمریکایی من میدونم چه حسی داره اینقدر تو جاده ها تو این گرما سربالایی ها اینجوری نگه داشتن. یک سیبی یک زردالو یک آبی ببین یک انرژی اومده بهم. وای بومباستیک نمیتونم بگم اصلا. اشباها جاده رو نگاه صاف کلاسیک. بعد اینجا دره رنگین کمان هاست. آره کوه رنگین کمان واقعا هم رنگین کمانه. عین سمتای هرمز اینا نیست مسیح؟ چرا به نظر شبیه هرمز نیست؟ احساس میکنم میدونی کجاییم؟ قشم داریم میریم به سمت لارک. وسط قشم نگاه کن. هرمز که نداری؟ هرمز نه وسط قشم. آره مثلا در ستاره. آره داره میره به سمت اون برا. آقا اومدیم قشم. هادی بکالا یالا دوام. عجب جاییه. نگاه خیلی جای باحالیه. انگار یه قلعه است. آره دیدی؟ توش خونه رو دیدی؟ آره چه آره خیلی باحاله. بعد تو ویدیو شاید دیده نشه ولی واقعا قلعه بوده. منم فکر کردم کوهه. کوه ولی کوه نبوده. خیلی باحاله.
عاشق جاده شده با من. تمام. غار نمکی گرمسار بیاید اشغال کنید و هایلینکس کنید صفا چون فیلم بردار من هستم هر جا رو تو بگی دیگه میکشم از این حتی بگی حالت دوربین من تمام کنم دوست دارم من این پسره رو دوست دارم پیشم پیاده روی تو این گرم اینجا بپیچی ها بپیچی راست 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 لوکیشن داشت آقا داریم این رسیدیم نه نرسیدیم خیلی باید بریم هنوز برو بنزین داریم نریم چیز بمونیم برو آقا وسط بیابون میشه بنزینم نبود پیاده بشیم پیاده آره بابا ولی تو این گرما پراکنده گلو هول میشه بیرون چقدر گرمه؟ بیرون 43 درجه سانتیگراد 43 درخوش درجه 43 درجه خیلیه ها جاده انحصاراً مال ماست چون هیچکی تو این سگی گرما نمیره قاره نمکی ببینه فقط ما میریم ساعت 12 ظهرم هست واقعا خیلی اینجا چیزه پرکل حاله اینجا چی حال میده این وسط گرما سردارو ماننده که خیلی پرته اینجا در رو قفل کنیم جاده ابریشم دیگه راه برم نیاز داشته ورود افراد غیر مجاز و محدوده معدن ممنوع و پیگیری قانونی دارد ما این معدن اینجاست ما جاده رو داریم میریم بابا اوکی اینجا معدن میدونی چرا اینا میگه؟ اونجا چیز هست قار هست اونجا آره اونجا قار نمکه بنجا قار اینا طبیعی نیستن اینا انسان ساخته موضوع ترلی بود پسر ترلی اومد پشمان بریم خسته نباشید اینجا چطوری میتونیم بریم یکی از این قارا رو ببینیم پیاده بریم پایین بعد قاره جلو هم میتونیم ببینیم اونا اینجا بهتره آها ممنونم عشقی ممنون هم باد هم گرما ببین دیگه از ماشین اومدی بیرون سری کوله پشتی رو کم برای خور بریم تو قار اوه موهای کلاسیک من به هم ریخت با اینکه جمعه ها همه جا تعطیله اینجا باز تو خدمات اینا چجوری گفتم برید پایین اینجا که معدن چیزه یعنی چی شد؟ بابا اینجا طرف خودش داره شنا میکنه گفت برید پایین خسته نباشید اون آب نمک اینجاست گفت یه چند دقیقه بریم بشینیم اینجا راهه میدونم اینجاست یه چند دقیقه میشینیم فقط لقاره به با سنگای این ترک بردیه زیر سنگ وای نشد اینجا به جان بچه‌ها 3-4 نفر تو الان آب هست خیلی باید بریم نه بابا آدمت تمام عشقی دمت میگه سنگا رو میبینی اینجوری چیز اومده میگه 3-4 نفر مردن یه خانواده داره میاد اوه خوبه یه خانواده اومد با فکر کرده فقط ماییم اینجا هیچ کس نیست نگو میگه 3-4 نفر توه 3-4 نفرم الان من دیدم از اون کله دارم میان تو پسر به فاکل هول نریم اینجا از این هیچی نمیشه بیا
وارد شدیم. به به چه خوب. یا خدا یا شهر سجاک. واه واه مسی خنک شد. خفاش وای چه باحال شد. چرا هدلایت آوردی؟ آها گفت از اینجا برید. گفت از اینجا برید. اینجا بنبست شد دیدی؟ پسر میگه اینا میریزن ها یهو. میگه سری برید. بیا 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 هیچی نمیشه. بیا اینجا هم که بنبسته. یعنی پسر اینجا بنبسته. ما اشتباه اومدیم. ممنوع اینجا. اوه اوه اوه. نه بابا گفت از اینجا برید. ما اشتباه اومدیم. این قاره بنبست. اشتباه رفتیم. من تو گرما مغزم کار تو چه صدایی میاد؟ صدای انسان میاد. دارن تو آبن ها. 45 درجه سانتیگراد بابا گرم sıcak ama mağaraların içi buz gibi yani dahil qarha سرد سرد. از اون بغله. پسر چی مربع میره پایین. یهو رفتیم یه دنیای دیگه. آره آره بیا 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 مواظب باش. بیا رسیدیم. بیا واه چه چایی شد. نیدی؟ این آبه مصنوعی یعنی؟ نه بابا داخل غاره. داخل کوهه. این دل کوهه. مگه میشه این چیز باشه؟ سپیدا رو نگاه. خیلی باحاله. نگاه دارم میسوزم. بیا بشین. هواش نمکیه. نمیسوزی. آها عرق میکنی. آها خیلی گرم بود. آره من اصلا نمیتونم. نمیدونم مسیح بیا بشین. نه هوا با جوراب چشتو تمیز کردی؟ آره بابا طبیعت باید اینجوری باشه دیگه. فقط با جوراب چشتو تمیز نکن. چشمو نه پیشونیمو تمیز کردم پسر. انگار چش خودم من خودم دوست ندارم. سبزه ها. من دوست دارم. من بیشتر دوست دارم. چه خنکه این. این ور یه بادو خنکی میاد پشمال ریزون. آره ببین یه پشمال ریزونه. بعد مردم میتونن شنا کنن ولی من نمیتونم شنا کنم. درسته؟ نه چرا؟ ولی آره دیگه محیطش یه جوریه که
آره با لباس میتونی بری، اصلا میشه رفت تخت سنگا. ولی الان میریم یکم دیگه، ما با کاری نداریم با کسی. بعدش هم من نمیتونم برم بدبختی. تو ببین اینجا هم آبش یه نمه چیزه، یه نمه که نه خیلی نمه، ولی میتونم برم. آب این نمک نیست ها؟ چرا نمکی نیست زیاد. کوه نمکه دیگه. سرویس الحال میشم آقا نمیدونم. ولی قندیلای بالا رو نگاه بسی اونجا رو. میگفت 3-4 نفر مردن اینجا، سنگمنگ افتاده. مثلا طرف شنا میکرده یه چیزی افتاده، یا مثلا اومده که ببینه این رفته این ما اشتباه زارت زورت چیزی بالا قل شده. ولی هیچی به ما هیچی نمیشه خودش. بالا رو نگاه کلاسیک رویسه. اون چیزها کسی نمیتونه بره، عمقش زیاده. بس چه ستون گردی در آوردن مسی نگاه. مطمئنی دست داده؟ آره بابا با چیز میسازن دیگه، نمکاشو برمیدارن صخره میمونه اینجوری. بعد اینم الان خودش نمکه. اینو نگاه کن. یک خانواده مانندکی آمدند. آخیس مسی پاهات چیز خنک. آخ ببین از پشت یه باد میاد، از روبروی خنک. خیلی حال میده. مسی چیز میخوری وسط غذا؟ پیاز؟ چرا بذار باشه. همونو بذار باشه. اینا چیز میشه. ولی یه چیزی بگم، خوب موتور نمیبنی. بگی موتور اونجا نمیتونستیم اینجا هم که نمیتونستیم. ولی میذاشتن ما رو میومدم تو آره اینجا اون رو بالا زیر چیز سرویس الهول میشد. الان ماشین سرویس الهول میشه. ماشین یه چیزیه که مثلا الان بریم همش 80% مگس رو نمیکنه. 80% زندگی ماشین تو آفتاب. من اینجوری بشینم یه بادل خیز بگیرم. قاشقک مانندکی آورده بودم. قاشقک مانندکی کجاست؟ کیفمو بده. این سفر رو بردیم اقامتار کن. نه اینجاست. آستازی این کیفتو بپا یهو هل نخوری بده. آوردی؟ آره آوردم. من همه چیز سریع نمک از بار جدا می‌کردم. یادته؟ تو هرمز می‌ریختی؟ هنوز نمکشو دارم. رو موتور بود تا دقیقه وایی ندارم. بذار زد روبککی. چکمه‌شو من تنظیمش می‌کنم. پسر ما تو هرمز تو اون باد و بورون و طوفون و زارتش و زورتش املت درست میکردم تو تاریکی، اونم با چی؟ با هیزم. اینجاشو تنظیم درجه میکنم برات ببینی پرلون نکنم.
آمریکاییه. صداش خوبه. موزیک بزنی کار بزنی کنی. آره پسر گرما آفتاب که میخورد بهش ببین سرویس میکرد. یک املت امریکایی دارم درست میکنم. املت امریکایی. الان وقت گوجه ریختن میشه. اصلا چیزی نره تو آباداری میکنم. یه خلقه مثلا چیزی یه نمک باد نبود خیلی حال میشه. آره آره یه باد نمک. آخه نه اونجا خیلی تمیز درمانند بود. اینجا اطرافش پره پوست تخمه. نگاه همون دیگه. و از سرهنگ که حرف میزنیم سرهنگ یعنی این. آره در طبیعت آشغالک نریزیم. مثلا برو شهر بریز آقا همینو بریز یکی اینو جمع میکنه. آقا اگه نمیگم اگه کرم داری دیگه آقا کرم داری برو بریز. آره به قول تو یکی از جمع. من اصلا تو بیرون اصلا الان هستم. برو نمیخوام. مسیح املت آمریکایی یا نگاه کن. Made in USA. یه بوی غذایی رو انداختیم تو غار. هر کی میاد گشنش میشه. به خدا. غار چه خوبه. ستون گرده رو نگاه. پشم ریزونه. خانم بازیگر بفرمایید یه دقیقه اینو نگه دارید من تخم مرغ فیلم بردار بزنم. بازیگر شما عزیز بفرمایید. تخ چقدر فول بلک بهت میاد؟ گفتم من آقا کلاسیک رایس شدی. میگفت نه آقا چیز کنید نمیدونم چی تو بگید تارکان چه سری یکی ازش در تو میگفتی نه نقشش هم. گفتم آقا من اینو سیستمشو تو کله چیدم دارم باش زندگی میکنم میبینمش. تو میگفت نه اینو عوض کن. ولی حرف تو هم حرف بود و اذیت شدم ولی سرویس شدم. یعنی به همین راحتی نبود فول بلک تموم شد. نه واقعا 2 روز نه 10 روز سرویس شدم. 10 روز کامل. 10 روز نشده 10 روز نشده ولی قراره 20 روز سرویس بشی چون که این حالا پوست میده. سفیدی هم داره حالا بعد پوست داره نگاه داره. بعد هر جا میرم اول نگاه میکنم این واقعا چپ کرده تصادف کرده تتوی زغال کارگر چین آقا چین تعویض روغن کار میکنه چجوریه. من یه گربه تاکسیدو میخواستم بگیرم. تاکسیدو الان تاکسیدو
همینجا اصابت میکنیم. اینا رو در زیر قرار میدیم که به سمت حوض زیباچه نره. بعد آقا اوملت رو واسید یه نمه خنک شه، درسته مسیح؟ یه نمه باید خنک شه دیگه اوملت. آقا لبسوز نشه، لذتشو بفهمی آقا. بعد بربری ها یکی گرفتیم اصلا نمیتونم بگم بهتون. کنجدکی خشک کوکو. عزیزم اینجا پیاز است، اگه خواستی پیاز هم میتونی میل کنی. موزیک گذاشته شد. اگه پیاز نخوری من میخورم یکم. من دو سه لذت رو میرم ببینم چجوریه، با نمک بی نمک، با پیاز بی پیاز. یه کرک هرمز مانندکی بخوریم بریم. به یاد هرمز واقعا. ولی هیچی اون کرک‌های خاله نمیشه. ای وای اینو نگرفت. کرک‌های خاله هیچ کدومشون نمیشه. ایراد ندارد عزیز دل. اینجا یک عدد دوربین داره میکشه. بحث کرک. بس اینو نگاه کن. یه فشارش بده این ور اون ور صداشش بشنه، توش خالیه، نگاه کن. عالی دی. الان فشار بده بشکنه. یه پودرش کن نبینیم راحت پودر میشه. اوه بذار ببینیم لذتش چجوریه. مثلا میگن این نمک رو باید بخورید، نمک صخره‌ای، نمک مثلا دریایی، این صخره شده مثلا اینا نگاه، مثلا اونایی که این صخره یا این صخره‌ای اینا، مثلا اینا نگاه کن الان تازه افتاده. اینو با خورد. بخور خوبه. سلام. تشکر. آیفون آیفون گوشی چرا این داد به ما؟ نگه داریم براش. چه اعتمادی کرد، قیافه‌های ما اعتماد پذیره. مثلا مسیحا نگاه آدم دنیاشو میتونه بسپره براش. کسیه که مدیتیشن بازه، مدیتیشن که میکنه طرف آیفون 15 هم میاره میندازه اینجا. چند بود آیفون 19؟ آیفون 24 انداخت اینجا را. اینو بذار زیر سر. بابا هیچی نیاز نیست. پنبه نگاه آخش، فقط راست میگی. یه تیکه نمک هست میزنه تو صورت. آقا اینو من نمیخوام. عشق دمت گرم. نه تشکر. تا ته رفتن. مسیح میبینی؟ مسیح شنای قطاری. بیا بریم مسیح.
آره نه خیسن آب میاد. چقدر شوره. نه بابا خوبه بابا. اینه بهترین نمک دنیا. قارهای نمکی، قارهای نمکی، نمک قاری، یا مثلا دریایی، نمک های تصفیه نشده. اینا که مارکت میگیری همش اسیده، سم. خیلی نمیشه چرا. یه لوله برو. آها. مسی تو هرمزم من عاشق اینا بودم. خیلی باحالم پسر، نگاه کن. شیشه. ولی این اینجا چی میگه؟ الان این سیگار یا مثلا این دستمال کاغذی. آقا نندازید پشمکا. پشمکایی که طبیعت ها رو دوست نداره. خیلی باحاله. شیشه ای اصلا عجیبه. نگاه داشتم خودم هم شیشه ای میشدم. آره بیا یعنی خدای نکرده تو یکی از اینا سر بخوری دیگه تمام الحال فلج العضو میشی. پیمایش داره، یعنی راه رفتن خیلی سخته. قرمز سفید خیلی گرمه، سخته، بعد تو هوا نمک میاد. بابا اونجا خیلی خنک‌تر از این بود، ولی اینم الان وسط چیزیم دیگه. تابستون تاریخ چیزی هم بود، الان مرداد دیگه. آره نه تیره. بیا تو آفتاب وای نستا برام. سخت بود مسیح جان؟ آره خیلی؟ سیگار نکشید. سیگار نکشید اصلا. سیگار نکشید. سیگار میکشید نفس به نفس. سیگار نکشید جاهای گرم توی فصل گرما نیاید. یکم پیش همین موجود میگفت که من عاشق جاهای گرمم. من گفتم سرمابازم، من تو برف خیلی زندگی خوب میکنم، اینجا میکنم. یک موزیک رو قطع کنیم. مسیح جان یکم پیش چی میگفتی؟ میگفتی اینجا شبیه کدوم شهره؟ هرمز. عین هرمزه، یعنی رنگ کوهاش، رنگ بندی کوهاش، استایلش، مدلش. نگاه قرمز شد، یهو قهوه‌ای میشه، یهو یکم توس. خیلی باحاله، خیلی باحاله. عین سمتای زنجان نگاه کن سایه مونه. عین هرمز، قشم، جزیره سمت جنوب، ولی خیلی شبیه قشمه. آسفالت شبیه قشم میکنه. گرم نمکی. جنوب تو وسط بین تهران و سمنانه. آیا بین تهران و سمنانه؟ مثلا اینجا رو نگاه رنگش نارنجی. من جغرافی ضعیف نمیدونم بین تهران و سمنانه. اینجا نه، بین فرامین و دماونده. نه اونجوری هم نگو. بین آبسر، گیلان، دماوند و گرمساره. گیلان اون بره، اینجا کیلانه. کیلان که رسیدید همون آبسر به سمت گرمسار حرکت کنید، همین جاده رو میبینید. اینجا رو نگاه مسیح، خیلی تابلو رنگش ها دیگه. خودشه اصلا. آبو چرا ندیدی؟ آب فروشیه؟ بابا حدی هست 100% داره. سریع برو که ماشین نیست. من گفتم وایستادی تو پشمان بیت وای نستادی. سگ کوچولیه کوکولی بکنی. عاشق سگای با دختر بچه های کوچولو هستن. انرژی هایلینکسی دارن هرچی. دایی آب داری؟ ای وای چرا این کار کردم؟
مسی نمیخوری؟ نه عالی. آب کار من. وایت دمای 45 درجه خنک کنه. کسی ما خوبی تیمون دوام گیلوند به سمت کدوم ور میریم ما مسی؟ ما گیلوند. گیلوند هوایی نمیستادم به خودم اونجا، یعنی همون دیگه میگفتم نه بابا ول کن یه روز دیگه میای. حتی خوب شد با موتور نیومدیم، چون اگه با موتور میومدیم که دیگه ذوب‌ال حال میشدیم. حالا انا به سعیم داریم یه خونه. آره اونجا املت خوردیم، جد خالی، بعد چای خوردیم. بابا آتیش روشن نکردیم مادر من. 45 درجه گرمای هوا من چجوری آتیش روشن. آره نه خبری نه دیگه املت زدیم. نه اونجا اونجور جایی نبودش. نه آره مادر جان فکر میکنه آبشار بود؟ آبشار داشت؟ نه آره داریم میایم دیگه. چیزی نمیخوای؟ لوبیا زردالو 70. لوبیا سبز. لوبیا سبز دیگه سبز. ولی تمیز دا. بذار 1 کیلو بگیرم. آره ترده 1 کیلو محبت میکنید ببخشید. 1 کیلو. 2 کیلو بگیر. 2 کیلو شو. باشه خدا. نه خراجین همه قیمتش یکیه. دوست هم هست ولی قیمتش یکیه. هیچی نمی‌بینی ازش. هیچ دست بالا با کون اومدن. اینو تو زندگی واقعا یعنی ببین هر کاری کنی با طبیعت انرژیشو واقعا میگیرید. واقعا میگم. این ور رفتیم یک ابری در کار نبود، یک آسمان صاف پرخورشید 45 درجه‌ای گرمای 50 درجه‌ای، یعنی 45 درجه نشون میداد ولی برای ما 55 درجه بود، اونقدر گرم بود. بعد این ور رو میای نگاه، ابر کوهستانی بارونی خوشگل نمدار پرآب. چقدر کره زمین ما خوبه، ولی بعضی از انسان ها واقعا ببخشید میرینن تو طبیعت. ریدن خوبه ها، ریدن انسان خودش یه کود طبیعیه برای چیز کره زمین. جدی میگم اونجوری بکنید، اونجوری حالشو ببرید، ولی پلاستیک نریز جان من. یه بطری میندازی تو آب میبره. بعد ببین تو زندگی آره. بعد همون کره زمین که این همه بهش آشغال میری با ماشین طرف رفته یه پلاستیک دیگه جمع کن بساط تو بذار پشت ماشین بیا. الان من پوست پیاز با گوجه فرنگی آوردم با خودم. یه گوجه فرنگی که تهشو چیدم برای املت، همین الان نشونتون میدم. با پیازی که چیدم اون آوردم. حالا درست اینا آشغال نیستا، ولی انقدر عادت کردیم ماها میریم همه اون چیزایی که هست دستمال کاغذی فلان میگه توی طبیعت در بیاریم جای زغال اصلا نباید بمونه. آره. یعنی فقط جز رد پا تو طبیعت هیچی نباید رد پا باید اصلا نمونه. اصلا تو چیزا هم اینجوریه دیگه. این برنامه‌های حالا اسمش نمیارم تشکیلاتیای اینا تیپاشون این تیپیه، یعنی یه جایی که میری کم کنی باید اصلا رد پا ازت نمونه. ما فقط اونجا نون گذاشتیم که گفتیم یه حیوانی تو این خشکی بیابون احیانا یه جا گیر نکنه.
مثلا یک سگی، یک گربه، حالا یه سگ مثلا تو اون گرما یکی نونه پرنده بیشتر. آره پرنده یا سگ اونو بخوره حال میده. تو طبیعت آقا آشغال نمیزید، چون اگه آشغال میزید واقعا تو خودتون آشغال ریختید، تمام شده رفته. بعد آشغالای انسان هم میدونی چه جوریه دیگه، مریضی، اتفاقات، چرت و پرت، حال بد، اینجور چیزاست. تو ایران هست یعنی دماوند. بعد دوستان عزیز و گرانبهاش، دماوند نگاه برف چند دقیقه پیش داشتیم میپختیم، به داشتیم گفتم داستیم گفتم داستیم. بعد دماوند یه شهریه که واقعا یه شهر بی‌نظیر ایران میتونم بگم. چرا؟ چون در مانند خنک، خیابوناش خلوت، هواش خیلی خنک، خیلی خوبه، اصلا جای پرنعمتیه. بعد آدمای باحالی داره و این ورم کوه دماوند داره و منم عاشق کمپای برفی ام. مثلا عاشق کمپای برفی ام، یعنی عاشق کمپای برفی ام. خیلی حال می‌کنه. مردادی یعنی گرما رو دوست داری؟ بیا برو بمون. چرا نموندی اونجا؟ چرا نموندی؟ همونجا میموندی. بخوای اونجا یه خونه کلبه بسازیم بمونیم اونجا. ها نظر چیه؟ وسط اون کویر گرما و بیا حالش کوهستان های پربرف، پربارش، پرنعمت، حیوانات، هوای خنک. بعد میری اونجا همه چی لامصب حال میده، یعنی تو سرما که میری همه چی حال میده بهت بابا. قهوهش حال میده، سیگارش حال میده، مشروبش حال میده، چون ودکا گرم میکنه آدمو. حقیقت اینه. نه تو گرما حال نمیده که مشروب نه حال نمیده. مثلا ماریجوانا آقا تو گرما حال میده؟ نمیده. تو سرما حال میده. همه چی تو سرما حال میده. قهوه، کمپ، خوابیدنش، همه چیش، دور آتیش نشستنش. اگه صبح بیدار شدی مردی چی؟ بعد تو برف بیاید وجدانن آقا رضای هشتکی، آقا بیاید بریم دماوند کوه کمپ برفی بزنیم. الان وقتشه ها. میریم بالا خنک، میایم پایین ببینیم پشممون میرزه، آب میشیم. الان گرمه، پایین بالا خنک، میری سری میای دمای عوض میکنی. خیلی حال میده. سفر بعدی رفتیم دماوند و سرعتگیر اینجوری نیست. چپکی گذاشتن که ماشین 4 تا چرخش اینجوری بشه. و دست انداز نیست، اینا آره. پا انداز. آقا در مورد این سفر نظرت چی بود؟ و در مورد اسمشو بگو. اسم اینجایی که رفتیم قارهای گرمسار، قارهای نمکی گرمسار. آقا دنیا 2 روز عشق و حال کنید، هایلینکس کنید، کیف کنید، بیا خورید و بیا شامید و کثیف نکنید و حال کنید و سفر کنید، سفر بیشتر کنید، سفر برید اصلا حس کنید. ما الان چند روزیه که چیز هستیم ما چند بفرمایید پارکینگ چند ببخشید یه امنیت اخلاقی الان چیز میشه، ببخشید آقا. سفر کنید، حال کنید، زندگی کنید آقا، نفس حال کنید آقا، حال کنید. لس آنجلس اینجا بابا، حال کنید. بپیچ کاوازاکی هم اینجا پارکه. چند روز دیگه با کاوازاکی حرکت میکنیم به سمت‌های کشورهای، نقطه‌ها و شهرهای دیگر. به امید بدرود در روزهای آینده. زبانش خیلی قشنگه. اتفاقا وقتی میگه به امید بدرود بفهم یعنی به امید دیدار در روزهای آینده و چیز. و امروز من عکسمو میخوام بذارم، من اینجوری نبودم، یه روز پیش یه مدل دیگه بودم. به امید بیدار، همیشه شاد و بیدار و عشق و حال و خوب و سرحال و هایلینکس باشید آقا. عشق و حال کنید و ببین عشق و حال. بای کن. چرا نمیری تو؟ نزنی بهش، کار داریم. آها اینجا وسیله برمیداریم. آها وایس بسی بیا جلو، موتور رو نزنی، این اون روز شلاله شه. یه بار زد شلاله شد، زد تخت زاد. بیا خوبه داشت میزد شلاله.